یه شامی کباب مرغ خوشمزه، اونم با سس سوماق که نگم از عطر و بوش و خوشمزگیش. بریم با هم دیگه درستش کنیم. سینه و ران مرغ رو چرخ میکنیم، بهش جعفری، گژنیز، پیاز رنده شده آب گرفته و ادویه‌هایی که توی کپشن نوشتم و خوب ورز میدیم. توی روغن داغ هر دو طرفش رو سرخ میکنیم. وقتی که شامی‌ها سرخ شد، پیاز توی همون روغن با فلفل سیاه، زردچوبه و نمک و رب خوب سرخ میکنیم. وقتی که ربمون سرخ شد، بهش رب انار گردوی خرد شده و سماق اضافه میکنیم. با آب جوش 10 دقیقه میذاریم که بجوشه. بعد شامی‌ها را اضافه میکنیم و در بتاله را میذاریم که خورشتمون جا بیفته. خیلی خوشمزه است. حتما امتحان کنید.